سلام خدمت شما عزیزان. فرزیا شیرزاد هستم، روانشناس بالینی و زوج درمانگر. در ادامه مبحث خودآگاهی با ما همراه باشید. گام سوم خودآگاهی شناخت نقاط ضعف ماست. همونطوری که ما توانمندی‌های خودمون رو به درستی شناسایی کردیم، حالا لازمه روی نقاط ضعفمون متمرکز بشیم. در این مرحله لازمه آگاه باشیم که به عنوان انسان در کنار همه توانمندی‌ها نقاط ضعفی هم وجود داره و این چیزی از ارزش انسانی ما کم نمی‌کنه. با آگاهی به این مسئله، حالا با دقت این نقاط ضعف رو میشناسیم تا بتونیم در زمان مناسب با برنامه‌ریزی درست روی این نقاط ضعف کار کنیم. اما چگونه نقاط ضعف خودمون رو شناسایی کنیم؟ برای منظور در 4 بعد به دنبال شناسایی ضعف‌های خودتون باشید. بعد اول به دنبال ضعف‌های در ظاهر و فیزیولوژیک خودتون باشید. ممکنه قدرت و توان عضلانیتون پایین باشه، وزن بالایی داشته باشید، شاید بیماری فیزیولوژیکی داشته باشید. همه اینها رو یادداشت کنید. بعد دوم ویژگی‌های منفی است. همونطوری که خصوصیت مثبت رو ما یادداشت کردیم، حالا باید ببینیم چه خصوصیت و ویژگی‌های منفی در ما وجود داره. به اندازه کافی متعهد نیستیم، فرد زودرنجی هستیم. هر ویژگی منفی که فکر می‌کنید در شما وجود داره رو با دقت یادداشت کنید. بعد سوم ضعف مهارت‌های زندگی است. این مهارت‌ها میتونن مهارت‌های فردی باشن یا مهارت‌هایی که در رابطه با دیگران وجود دارن که اصطلاحاً مهارت‌های بین فردی هستن. اینکه ما در تصمیم گیری توانا هستیم یا نه، حل مسئله، عزت نفس، مهارت گفتگو، ارتباط بین فردی موثری داریم، مهارت درست شنیدن رو میدونیم، مهارت موثر در رابطه زناشویی و مهارت فرزندپروری رو به خوبی میشناسیم. اینها مهارت‌های زندگی ما هستند. در کدام یک از اینها ما ضعف داریم؟ بعد چهارم ضعف در شغل و حرفه است. اینکه شما در این حرفه هستید یعنی مهارت لازم رو دارید. حالا میخواهید نقاط ضعفتون رو در کارتون شناسایی کنید تا بتونید رشد خوبی در کارتون داشته باشید. به عنوان مثال دانش و توانایی لازم در حرفه خودتون رو دارید یا لازمه به تخصصهای بهتری دست پیدا کنید؟ آموزش کار گروهی، تعهد کاری، در این بخش چه ضعف‌هایی دارید؟ اونها رو با دقت یادداشت کنید. نکته‌ای باید توجه داشته باشید، اینکه ما به دنبال این نیستیم که انسان کامل از همه جهات باشیم. این تفکر لذت زندگی رو از ما میگیره. ما با این هدف ضعف هامون رو شناسایی میکنیم تا خودمون رو بهتر بشناسیم و به خودآگاهی برسیم. پس به دنبال کامل بودن نباشیم. در نهایت آن چیزی رو که ما از بعدهامون الان به دست آوردیم میتونیم 4 ردیف داشته باشیم که نقاط ضعف خودمون در 4 بعد هست. ابعاد ظاهر و فیزیولوژیکمون، ویژگی‌های منفیمون، ضعف در مهارت‌های فردیمون، ضعف در شغل و حرفه، اینها رو دقیق تنظیم کنیم. اگرچه الان ما در بعد خودآگاهی قرار داریم، ولی حالا که ضعف‌ها رو یادداشت کردید، به ضعف‌های خودتون از 0 تا 100 نمره بدید. به ضعف‌هایی که نیاز دارید زودتر اصلاح و تغییر بشه نمره بالاتری بدید و ضعف‌هایی که نیاز به تغییر در اونها ضروری نیست نمره پایین‌تری بدید. این بعدها کمک میکنه وقتی به این لیست نگاه میکنید خیلی خوب متوجه بشید که روی کدوم یکی از ضعف‌هاتون باید کار کنید. امیدوارم گام سوم خودآگاهی یعنی شناسایی نقاط ضعف رو با موفقیت بردارید. شادمان و پیروز باشید.